ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 125. محمد ابن وصیف محمد ابن وصیف یکی از شاعرانی در زبان عصری نوحی حوزه ادبی سیستان بوده. موافق معلومات تاریخی سیستان او سالهای زیاد وظیفه دبیری یعقوب لیثی صفاری را ادا می کرده است. او یکی از نخستین شاعرانی است که بعد اصطلاح عرب با هدایت یعقوب لیث به زبان دری شعر گفته رسالت قصیده سرایی را جاری کرده است. در قصیده های محمد ابن وصیف اندرز و افکار پند و اخلاقی نیز جای مهم داشته به قصیده هایش مضمون اجتماعی می بخشد. در تاریخ سیستان ذکر شده است که چون یعقوب از فتح هرات و پوشنگ فارغ شد، پس شعرا او را شعر گفتندی به تازی. چون شعر برخواندند او آریم نبود، اندر نیافت. محمد ابن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و به آن روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ محمد ابن وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان برود باز گفتندی بر طریق خسروانی. و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند، شعر میان ایشان به تازی بود و همگینان را علم و معرفتی شعر تازی بود. چون یعقوب زینتپیل و عماری خارجی را بکشت و هری بگرفت و سیستان و کرمان و پارس او را دادند، محمد ابن وصیف تنی او سری او با بی طعام. این شعر دراز است اما اندکی یاد کردیم.
خبری مؤلف تاریخی سیستان او اولین شاعری پارسی گوی در عروضی عربی بوده است که کسی دیگر را از او پیشتر مورخین یاد نکردند. محمد ابن مخلد سگزی یکی از اولین شاعرانی در زبان حوزه ادبی سیستان به شمار می رود. موافق معلوماتی سرچشمه ها، زادگاه او مضافات سیستان بوده. حیات و فعالیتش در دوره حکومتداری یعقوب لیث صفاری جریان گرفته است. او همچون شخصی دانشمند و فاضل در دربار یعقوب لیث نفوذ داشته در وصف او چندین قصیده ایجاد کرده است که توصیفش در کتاب تاریخ سیستان به طور زیر آمده. باز محمد ابن مخلد هم سگزی بود، مرد فاضل بود و شاعر. نیز پارسی گفتن گرفت و این شعر را بگفت: جز تو نزاد حوا وادم نکیشت، شعر نهاد بدل و برمنیشت. موجزی پیغمبری مکی تویی، با کنیش و با منیش و با گویش. پس از آن هر کسی طریق شعر گفتن برگرفتند، اما ابتدا اینان بودند و کس به زبان پارسی شعر یاد نکرده بود الا بونواس که او میانی شعر خویش از سخن پارسی طنز را یاد کرده بود. بسام کرد یکی از شاعرانی در زبان عصر نو حوزه ادبی سیستان بوده. در دربار یعقوب لیث 861 879 خدمت کرده است. به طفیل معلومات تاریخ سیستان از میراث ادبی بسام کرد همگی 5 بیت مانده است که به قصیده منسوب بوده در مدح کشورکشایی های یعقوب لیث ایجاد شده است. بسام کرد از آن خوارج بود که به صلح نزد یعقوب آمده بودند. چون طریقی وصیف بدید اندر شعرها گفتن گرفت و ادیب بود و حدیث عمار اندر شعر یاد کند. عمر زی عمار بدان شد بری، کوی خلاف آورد تا لاجرم. دید بلا بر تن و بر جان خیش، گشت به عالم تنی او در علم. مکه حرم کرد عرب را خدای، عهدی تو را کرد حرم در عجم. هر کی در آمد همه باقی شدند، بازی فنا شد که ندید این حرم.
فیروزی مشرقی یکی از شاعرانی دری زبانی حوزه سیستان می باشد که در عهد دولتداری امری لیث صفاری 879 901 شعر ایجاد کرده است. ذکر او در لباب الالباب محمد عوفی آمده است. سنه تولد و جریان زندگیش معلوم نیست، ولی وفاتش را به سال 896 نسبت می دهند. در شاعری مهارتی بلند داشته، با سبک روان و ساده دری شعر می گفته است که بیت‌های زیرین بازمانده آثار اوست. نوحگر کرده زبانی چنگ حزین از غمی گل، موی بکشاده و بر روی زنان ناخونا، گه قرینه به سجود افتد از بحر دعا، گه ز غم برفگند یک دهن از دل خونا. ابو سلیک گرگانی یکی از شاعرانی دری زبانی حوزه ادبی سیستان و معاصران امری لیث صفاری بوده است. جریان زندگی و حیات و فعالیت ایجادی او چندان روشن نباشد هم، بنا به معلومات تاریخی سیستان می توان گفت که آن به دوره سلطنت صفاریان راست می آید. از اشعار ابو سلیک گرگانی تا زمانی ما نمونه شعرهای پند و اخلاقی، مدحیوی، ستایش محبوبه و جمال یار باقی مانده است که با کمال مهارت ایجاد شده اند. خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آبی روی ریزی در کنار. بت پرستنده به از مردم پرست، پند گیر و کار بند و گوش دار. بمیژه دل زمن بدزدیدی، ای بلد خازی و بمیژگان دزد. مزد خواهی که دل زمن بردی، این شگفتی که دید دزد بمزد. می توان گفت که هنگام دولتداری صفاریان در حوزه ادبی سیستان، زبانی دری مقامی رسمی و شکلی ادبی و خطی پیدا کرده، در منطقه خراسان و ماوراءالنهر توسط انتشار الفبای عربی اساس نفوذی بی سابقه می یابد. گرچند در بعضی پارچه های شعری بالایی
که در روحیه قصیده انشا شده اند، مدح و توصیف و ستایش افضلیت داشته باشد هم میتوان آن را چون نمونه شعری کتابی که برای ایرانی تبارانی وقت جایگزین قصیده های مدحیوی عربی شده است اعتراف نمود. در اشعار اکثر شاعران حوزه ادبی سیستان و منطقه خراسان چنان دیدیم زبانی ساده و عام فهم، آب و رنگی آراسته با صنعت‌های بدیعی و لفظی شعری، عباره‌های شیرین و گوشنواز و دلچسب وامی خورند که من بعد برای تشکل مکتب شعرگویی و رشد و نموی ادبیات دوره دولتداری سامانیان پایدیواری مستحکمی گذاشتند. محققان بزرگ ایرانی از قبیل سید نفیسی، ذبیح الله صفا، پرویز ناطلی خانلری، عبدالحسین زرینکو، محمد موین، حسین لیسان و ده‌ها دیگران با آن اندیشند که زبان دری از قسمت شرقی ایران و خراسانی بزرگ برخاسته، سپس به قلمرو دیگری ایران زمین گسترش یافته است. زبان دری زبان مردم شرق و شمال و شرقی فلات ایران است که همراه دو عامل قوی، یکی سلطه و نفوذ حکومت‌های ایرانی که در 2-3 قرن اول هجری از این قسمت برخاستند و دیگر پیدا شدن سخنسرایان بزرگی که این زبان را با زیباترین و گویاترین اندیشه های شاعرانه مایور ساخته و عمق بخشیده اند، این دو عامل مادی و معنوی راه پیشرفت این زبان را به سوی نواحی دیگر گشودند و لهجه های دیگری زبان ایرانی را به تدریج بیش و کم به دست فراموشی سپرده بی اعتبار کردند. یا خود دکتر صفا در زمینه اسناد ابن مقفع و حمزه ابن حسن اصفهانی تاکید می کند که اصطلاح دری سابقه تاریخی قدیمتری از قرن 3 هجری داشته، با نام لغت دری در میان لهجه های مشرق ایران به خصوص اهل بلخ معمول بوده است و آن را از آن جهت دری می نامیدند که در درگاه پادشاهان به خصوص دربار صفاریان و سامانیان با آن سخن می گفتند. می توان گفت که در دوره دولتداری طاهریان و صفاریان احیای فرهنگ ملی، ادبیات خطی و رسم و سنت‌های سابقه اجدادی رشد و نمو گرفته، به خصوص کوشش‌های وطنخواهی یعقوب لیث برای پاس داشتن زبان ملی چون نهضت هویت فرهنگی و ملی اوج تازه پیدا کرد. یعقوب لیث با تندروی گستاخانه و رسالت سلحشوریش نه تنها قدرت خاندان عباسیان را برکنار ساختن می‌خواست، بلکه بجای آن دولت مستقلی توانا و متمرکز برپا کرده آیین دولتداری ساسانیان را دوباره احیا نمودن و زبان و فرهنگ ملی و رسم و آیین‌های
رو به تنزل آورده اجدادی را عمری دوباره بخشیدن والاترین هدفی مبارزه های طولانی و آشتی ناپذیرش بود. شاید از همین خاطر او به فرهنگ و زبان عربی و شعر عرب چندان توجهی نداشت و بزرگترین رسالت دولتداریش را در احیای زبان و شعر ملی و فرهنگی بیزوال آن میدید. همین طریق بزرگترین نقش تاریخی و رسالت دولتداری صفاریان احیای زبان و فرهنگ و سنت‌های ملی بود که اصالت گذشته و هویت تاریخی سابقه را چون حلقه زرین به آیین و دولت و دولتداری سامانیان پیوسته راهی من بعدی تشکل و تحول ملت تاجیک را کشاد و آن را تدریجاً تحکیم بخشید. احیای رسم و آیین و سنت‌های ملی در عهد اسلام. چون در دوره مورد آموزش ما احیای سنت‌های قدیمی ملی و مشاهده می رسد، لازم دانستیم که تحولات تاریخی آن را به طور مختصر یاد کنیم تا خوانندگان ارجمند با احیای فرهنگ و سنت‌های ملی در عهد طاهریان و صفاریان علی قدر امکان آشنا شوند. بنابراین با تقاضای موضوع مذکور سیر تاریخی رسم و آیین و سنت‌های ملی را به طور مختصر ذکر کردن و احیای دوباره آن را در عهد اسلام بررسی نمودن موافقی مطلب است. جشن‌های ملی نیاگان ما نوروز، مهرگان و سده در دوام تاریخی چندین هزار ساله‌ای پدید آیی خیش برد و باخت‌های زیادی را از سر گذرانیده با مضمون و محتوای زندگی سازشان چون رمزی بی زوالی تمدن آریایی تا به عهد اسلام آمده رسیدند. جشن نوروز چون اساطیری گاه شناسی و مشاهده های نجومی بیشتر در میان برزگران و دهقانان معمول بوده، از کنارهای ورارود تا خلیج فارس چون موسمی از برج هوت به برج حمل وارد شدن آفتاب که بروز اعتدال بهاری راست می آید، با نامی عید روز نو، آغازی سری سال، احیای طبیعت و بیداری زمین جشن گرفته می شد. نیاگان ما مطابق تقویم نجومی جشن اولی بهار را نوروز، جشن اولی تیر ماه را مهرگان و جشن روز 10 بهمن ماه را مطابق به 30 ینور که 50 روز پیش از نوروز می آمد سده می نامیدند. مهرگان به روز اعتدال تیر ماهی تقریباً روز 16 مهر ماه، ماه 7 سال شماری شمسی مطابق به 22 اکتبر راست می آمد. مراسم استقبال رسمی نوروز از عهد هخامنشیان با شکوه و شهامات خاصه در تالاری بزرگ تخت جمشید صورت می گرفت که با آن نقش‌های برجسته تخت سنگ‌های دیواری قصرهای پذیرایی
و زینه‌های اپدان شهادت می‌دهند. مطابق معلومات نوروزنامه عمر خیام، شاهنشاه در روز جشن نوروزی بزرگ با جامه ابریشمین بر تخت زرین می نشست و موبدان در طبقی بزرگی برایش پاداش نوروزی می آورد. عادتاً در این طبقی بزرگی زرحرین سبزه، شراب، انگشترین دولت، شمشیر، درهم و دینار خسروانی و دوات و قلم گذاشته می شد که آن را موبدان از میان اشرافان و اهل دربار گذرانیده به حضور شاه می رسانید و او را شادباش می گفت. بعد هخامنشیان در عهد اسکندری مقدونی و سلجوقیان نیز استقبال نوروز در قلمرو امپریای سابق هخامنشیان ادامه می یافت. ادیب و واقعه نگاری مشهور یونانی کسینوفانت عصر 4 تا میلاد از تشریفات خاصه نوروزی اردشیریدو معلومات می دهد که هر سال در تخت جمشید برگزار می شد. جشن نوروز بعد استیلای اسکندری مقدونی در زمان اشکانیان و ساسانیان دوباره احیا گردیده با شکوه و شهامات بزرگی تجلیل می گردید. به خصوص در عهد ساسانیان جشن نوروز به یک تنتنه بزرگ دولتی و عمومی ملی تبدیل یافته از جانب کلی باشندگان کشور چون رمزی بزرگ ملی و آیین دولتداری استقبال گرفته می شد. از این خاطر جشن نوروز در میان اکثر قوم‌های غیر ایرانی مقیم دولت ساسانیان نیز پذیرفته شد و به نظام زندگی و آیین روزگار آنها وارد گردید. در دوره ساسانیان استقبال مراسم‌های نوروز، مهرگان و صده به درجه مشهور گردید که برای پذیرایی آنها وزیر مخصوصی در دربار سلطنت کارداری می کرد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 125 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نفضلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.